تو 4 مرحله میخوام به صورت خلاصه بگم چجوری میتونی تو سایت سازمان امور مالیاتی ثبت نامتو انجام بدی. مرحله اول پیش ثبت نام الکترونیکیه. در این مرحله شما اطلاعات شخصی و اطلاعات کسب و کار خودتو وارد سامانه میکنی و کمتر از 30 دقیقه نام کاربری و کلمه عبور برای شما ارسال میشه. مرحله دوم ثبت نام الکترونیکیه. پس از دریافت اطلاعات کاربری وارد سامانه میشید و در خصوص اطلاعات تکمیلی فعالیت خودتون رو اونجا وارد میکنید که این اطلاعات شامل شعب، انبار، شغل شما، نمایندگی ها خواهد بود. و میریم مرحله سوم. مرحله سوم راست آزماییه که از طرف سازمان امور مالیاتی انجام میشه. در این مرحله اطلاعاتی که شما وارد کردین و سازمان امور مالیاتی میاد بررسی میکنه و بعد از بررسی و راست‌آزمایی که انجام داد مورد تایید قرار میده و میرسیم به مرحله 4 و مرحله نهایی که در این مرحله شما میتونید با توجه به داشتن نام کاربری و کلمه عبور از تمامی امکانات این سایت و این سامانه استفاده کنید. اگه تو مراحل ثبت نام به مشکلی برخوردین زیر این پست برام کامنت کنین تا کمکتون کنم.